که میدونین امروز اومدم با معرفی یه بازی خفن که این بازی حالت مولتی پلیر داره، یعنی با پلیرهای آنلاین دیگه هم میتونیم بازی کنیم و اسمش الان رو صفحه میاد که من بلد نیستم. و این بازی حالت شخص اول شخص داره، از اینا داره 3 تا حالت هم رو سوم شخصه و گرافیک کاستوم خودتون میتونید کنیم با گرافیک وری های و اینا. آره اولتراین هم داره. اینجا هم بخش ماشیناشه که ماشین زیاد داره نسبتا که خوبه و اینجا موتور رو آپگرید میکنی. اینجا هم کاستومای خود ماشین، لوازم اینا. این کریم چیه؟ اینم اون بغل ماشیناتو میتونین انتخاب کنین. اینجا ببینین 2 تا حالت داره، میتونین بقیه‌اش هم باز کنین با مسابقه دادن. بعد این مولتی پلیرها آره یکی خلاصه بخش فرند و آنلاین تکی داره، مثل اسست کورساس تقریبا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا لایک و فراموش نشه. تا ویدیو دیگه فعلا خدافظ.